اکنون رقابتی که واقعا در این روزی رقابت های انتظارش بودیم. سعیدجلال سعیدوف ورزشگر 28 ساله تاجیک با جودوگی سفید هست. همون طرز معمولی ایستی خود را ببینید چگونه استفاده میکند. موقعیت رو از جفتی اومن قسمت گریبان حریف جست در لحظه اول موفق نشد در کمیکات. اکنون موقعیت رو از قسمت بالا و راه گریز جستن شاه ورزشگر پاکستانی باعث به آن میگردد که سعیدجلال سعیدوف در اینجا اکتیو بودن خود را وانمود کند. شاه حسین شاه ورزشگر 26 ساله پاکستانی هست. سعیدجلال سعیدوف در رقابت اول اینجا تازه نفس هست. باید از این فرصت استفاده کند تا حریف پاکستانی خود را در ثانیه های اولتر یعنی اسدی راه بردارد تا همون راه نفس کشیش در مرحله های بعدی رقابت ها یعنی پرقوتر باشد. و ببینید اکنون نگذاشتن حریف تا کمیکات را بگیرد یا همون مرحله های قپیده رو، این هم از نظر مشخصات جودو میتواند که با کارد زرد یا شیدو بیارد. و سعیدجلال سعیدوف جفتی گریبان حریف را میگیرد. اکنون موقعیت از سمت پشت برای اجرا کردن تومای نگه توانست که یک عملکرد زیبای نشان بدهد. فندی خوب اینجا سعیدجلال سعیدوف اولین روشی پرتابی که استفاده کرد بسیار با مورد بود، اما در عین دفاع کردن ورزشگر پاکستانی یکم اسیکامی و متاسفانه سعیدجلال سعیدوف با یک فشار محکمی که حریفش با او داد نتوانست که تا بیارد، تسلیم شد. واقعا روش های دردناک با پای اینها بسیار خطرناک هستند و همین طریق سعیدجلال سعیدوف با این حریف 26 ساله خود در دقیقه دوم رقابت تسلیم شد. در 1 دقیقه و 53 ثانیه تسلیم حریف شد. واقعا ورزشگر پاکستانی در روش های کار در زمین از خود هنری خوب نشان داد. با توفیل یعنی روش هایی که با پای اجرا کرده میشه. ببینید چگونه موقعیت رو جست، داور هم اسیکام قبول کرد و در اینجا دیگر مدار حرکت کردن سعیدجلال سعیدوف نمیماند. همین طریق این فشار محکم سعیدجلال سعیدوف را از ادامه